سلام. این فولکس کروک زیبا و جذاب سوژه امروز ویدیو ما نیست. امروز میخوام در مورد پرفروش‌ترین ون تاریخ خودروسازی براتون صحبت کنم. 80 سال روی خط تولید بودن کار هر ماشینی نیست و فولکس ترانسپورتر این کارو کرده و 20 سال دیگه میشه یک قرن که این ماشین رو خط تولیده و الان تا T7 هم اومدم یکم به طراحی ماشین بپردازم. اینقدر زیباست ولی حتی میترسم بهش دست بزنم، به خاطر اینکه به طور مثال قیمت سپرش رو نگاه کردم، سپر جلو و عقب مجموعاً شد حدود 3200 یورو و اصلا باورم نشد که حدود شاید 1 میلیارد قیمت سپراش باشه. دیگر تزییناتش هم که قیمتش اصلا ارزون نیست به هیچ وجه. نسل اول یا همون تیوان از لحاظ آیرودینامیک بدنه یه سری باگ هایی داشت که توی نسل دوم خیلی بهینه شد توسط خود فولکس واگن و در اون سالها از به اصطلاح اتاق باد استفاده کردن و ضریب درگش رو بهبود دادن. ولی آدم دوست داره که تا صبح بشینه به این ماشین نگاه کنه. یه اصطلاح نچندان مؤدبانه هم به این فولکس میگن که من نمیگم تو ویدیو، ولی خیلیاتون احتمالا میدونید به این جلوش چی میگن. حالا این قسمته که اینجا هم اگه بتونید توی ویدیو بهتون نشون میدم که باد از اینجا وارد فضای داخلی ماشین میشه و مثل کولر عمل میکنه. فولکس واگن تیوان جذاب. اینقدر مدل های تیوان زیاده که من اگه بخوام بهتون توضیح بدم اصلا از حوصله ویدیو خارجه. ولی ببینید این نسخه سفارشی که اینجاست چقدر جذابه و همه شیشه هاش قابل کنترل. حساب کن شما توی محیط استوایی با این ماشین درایو کنی، رانندگی کنی ببخشید و مثلا این شیشه‌اش اینجوری باز باشه، یا لچکیش شیشه های در راننده‌اش که به صورت کشوییه و شیشه های سالنش که با این زاویه که می‌بینید به قول خودشون باترفلای باز میشه. و حالا خیلی هم انتقاد کرده بودین که از کلمات انگلیسی من استفاده نکنم، ولی در بعضی از موارد ناچارم دیگه، ببخشید. نمای عقب ماشینم بهتون نشون بدم و ببینید و لذت ببرید که تقریبا 80 سال پیش چی ساختن. این فضای داخلیش هم خیلی باحاله و این رنگ تودوزیش فابریک ماشینه و ببینید چقدر دلاشون شاد بوده. حالا مالک طبق سلیقه شخصی این اسپیکرها رو اینجا نصب کردن که نخواد سوراخ‌کاری اضافه‌ای داشته باشین توی ماشین. و این جازاپاسش هم اگه نشون بدین خیلی جذابه برای خیلیا بهش میگن جازاپاسی. و این ماشین سفارشیه به خاطر اینکه درش کشویی و اینجوریه. در واقع من درش رو ببندم، تیوان به صورت پیش‌فرض و غیر سفارشی درش یخچالی باز میشه. شاید باورتون نشه که کمپانی‌های زیادی سعی کردن برای این ماشین رقیب بسازن، یه محصولی تولید کنن توی سگمنت این ماشین که بتونه با این رقابت کنه، چون فروشش فوق‌العاده بالا بود و خب طبیعتاً کمپانی‌ها به فکر این میافتن که ما هم یه محصول شبیه به این تولید کنیم و به فروش برسونیم. چند تاشو من به صورت مثال بهتون بگم، انقدر زیادن. مثلا فورد ایکونولاین یا دوج A100 کمپانی کمی هم نیستن، یا شاولت کورور 95، سیتروئن TUB، H1، رنو استافته، بدفورد CA، نیسان کاراوان، سوباروی سامبار، لایت آیس و خیلی ماشین. آخر سر خود هنری فورد الان تو موزش یه دونه از اینا گذاشته که خب تایپ کمپر هم هستش و با اینکه خودش محصول تولید کرده بوده ولی این تو موزشه. فوق العاده موفق بود فولکس واگن تیوان. قیمت های این ماشین خیلی بالاست توی اینترنت که چک کنید، ولی یه مدل داره سامبا که 4 تا پنجره اینجا داره و یه زمانی تولید شده که بازدید کننده ها رو دعوت میکردن به دیدن مناطق طبیعی و زیبای آلپ، حالا کوه یا کوهستاناش. و یه سانروف پارچه‌ای هم در واقع میتونستید سفارش بدید. بریم بپردازیم به مشخصات فنی فولکس واگن تایپ 2 یا همون تیوان. حواسمون هم باشه پامون به سپراش نخوره. این کلید درب موتور و درب باک این ماشینه. به نظرتون کار دیگه هم میکنه یا نه؟ و من مشخصات فنیشو بخوام بگم، اونی که به قول معروف عرف هست رو میگم. یه موتور داره 1000
200 سی سی 30 اسب بخار. ولی شاید باورتون نشه در سفر به شمال که من با این ماشین داشتم به راحتی به سرعت 160 70 میرسه. موتور هوا خنکه، یعنی اینکه با آب خنک نمیشه، با هوا خنک میشه. الان بخواید یه همچین موتور رو تامین اساسی کنید با قطعات اورجینال 200 میلیون تومان هزینه‌شه. و یه نکته فنی هم بگم که فیلتر روغن خارجی ندارد. فیلتر روغنش به قول معروف داخلیه که بعد از هر بار تعویض روغن باید تمیزش کنن. ولی طبق سوالی که من از چند تا مکانیک پرسیدم ما ایرانی‌ها هیچ اعتقادی به تمیز کردنش ظاهراً نداریم. بریم مشخصات فنی تیتو. یه موتور 1600 سی سی داره و حدود 50 اسب بخار. اینم مجددا هواخنکه و تو ایران چون خیلی ماشین رو بیش از هر بار میزدن، مکانیکا به من گفتن که اون زمانا خیلی مورد بوده که یاتقان میزده یا حتی میلنگ میبریده، چون مثلا 2 برابر وزنی که میتونسته تحمل کنه بارگیری میشده. هیچ ایراد بیسیک و خاص و اولیه‌ای نداره. این آلمانی‌ها اصلا مهندسی و ساخت و سازشون عجیب غریبه و همونطور که بهتون گفتم چندین مدل ما تیوان و تیدو داریم. توی این نسخه تیوان تیتویی که اینجا هست ببینید این چقدر قشنگ طراحی شده. این در واقع من براتون در عقبه یکی از درهای بغلش رو باز میکنم که ببینید چقدر مهندسی شده و جالبه. حتی اونم میتونه باز بشه و این ماشین بارهایی رو حمل کنه که از لحاظ طول و عرض از این صفحه بزرگتر باشن و فکر نکنم که مشابه یه همچین چیزی توی خودروهای امروزی حتی داشته باشیم. صداها رو گوش کنید و یاد خاطراتتون بیفتید و من داخلش رو فقط به عشق این که خاطراتتون زنده بشه میگیرم. خاطرات در 60 ها عجب صدایی میده. این ببینید چقدر مکانیزم خلاص کنش جالبه. زیر سیگاریش، این ضبطش که این نقش و نگاره‌هاش با داشبورد یکیه و روش نوشته فلکس واگن، دریچه‌های تنظیم بخاری، این صدای دنده گوش کن چقدر زیباست، درب داشبوردش این صداها و این فلاشر دوست داشتنی. صدای موتورش هم دوست داریم بشنویم؟ بریم با هم صدای موتورش هم بشنویم و با این ماشین اصلا براتون رانندگی خواهیم کرد. بریم من داخل تیوانم بهتون نشون بدم. خیلی ها داخل تیوان رو ندیدن چون این ماشین مال 60 سال 65 سال میشه تقریبا. خیلی ها. و این گلدونش فابریک ماشینه، یعنی اینو گوگل کنید داستانش خیلی جذابه. زیر سیگاریشو ببینید چقدر خوشگله و این سیستم در واقع کولری که بهتون گفتم 2 تا پنجره از این جلو داشت که هوا میبره، دریچه تقسیم هواشه. اینجا هم چند تا دکمه است و آفتابگیره کوچیک و جذابش. فندکش اینجاست و چراغ‌های سقفیشو میتونی بگیری. ببینید چقدر جذاب این چراغ‌ها روشن میشه از روی داشبورد و از اینجا میتونید دوباره کنترل داشته باشید روش. این برف پاکانشه، این چراغ‌های جلو عقبشه که روشن میشه و من میخوام صداشم به شما نشون بدم. آماده این خاطراتتون زنده بشه؟ صدای دنده‌هاش و صدای ترمز دستیش. صدای 65 سال پیشه ها. این ورش هم بیاد ببینید. این دکمه بود که من چراغا رو کنترل می‌کردم. ببینید چراغ کفا داره. اصلا ژیان یادم این چیزی داشت که خود آدم‌ها درست می‌کردن. فابریک نداشت. این سیستم چراغ شیشه شور جلوشه و من اینو باز کردم تا بهتون نشون بدم. اینجا شلنگ داره و شما با این پمپ می‌کنید آبو. چقدر این جذاب بوده در اون سالها. و این کیلومتر قشنگ و جذابش، این آینه کوچیکش، این آفتابگیرای جذابش، اصلا لعنتی آدم عشق میکنه این ماشین رو نگاه میکنه. دریچه هایی که اینجا میبینید برای خنک کردن موتور استفاده میشه و در باکش هم بیا ببینید داخلش رو نشون بده. این در باکش چقدر زیبا و جذابه و این ماشین طبق سلیقه شخصی مالکش این رینگ و لاستیک اومده زیرش که
من هم قبل از این رینگو لاستیکا فابریک دیدم و هم با این رینگو لاستیکا فوق العاده دوتاشون جذاب بودن. فقط در همین حد استایل رانندگیش رو ببینید و صدای بوقش هم بشنوید و لذت ببرید که این ماشین چقدر جذاب بوده، این ماشین چقدر لذت بخش بوده این ماشین. یه تشکر میکنم از دوست عزیزم احسان داروگی و بقیه دوستانم در گاراژ 1969 که این ماشین رو در اختیار ما قرار دادن و هم من لذت بردم چون از تولید محتوا خیلی لذت میبرم. دلیه کاری هم ندارم که یوتیوب پول میده یا نه، و هم شما یاد خاطراتتون میافتین. مخصوصا در ویدیو شورلت رویال خیلی کامنتاتون جذاب بود، یعنی واقعا لذت بردم از اینکه خاطراتتون زنده شده بود و ممنون میشم اگر که این ویدیو رو هم دوست داشتین به دوستانتون معرفی کنین. کامنت های خاطر انگیزتون رو حتما دوست دارم ببینم و دمتون گرم.